امروز میخوام 2 تا خبر اقتصادی رو با شما به اشتراک بذارم. یکیش خوبه، یکیش هم بد. خب اول بریم سراغ خبر بد. اقتصاد کانادا در 3 ماهه دوم 2025 با یه سقوط 1.6% روبرو شده. مطابق آمارهای چند سال گذشته این بزرگترین افت در تولید ناخالص داخلی از زمان کووید هست. این سقوط ما رو یک قدم به اعلام رسمی رکود نزدیک میکنه. بر زمانی وارد رکود رسمی میشه که 2 فصل متوالی تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده باشه. اما خبر بدتر اینجاست. اگه به GDP سرانه نگاه کنیم واقعیت حتی از این هم تلختره. با وجود افزایش جمعیت این نمودار نشون میده که ما 9 فصل متوالی رشد منفی داشتیم. این یعنی با اینکه اقتصاد در کل بزرگ شده، سهم هر فرد از این کیک اقتصادی کوچکتر شده و قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرد. حالا میرسیم به خبر خوب. این داده‌های اقتصادی ضعیف باعث شده که بانک مرکزی احتمالاً برای حمایت از اقتصاد نرخ بهره رو کاهش بده. همونطوری که می‌بینید احتمال کاهش نرخ بهره تا اکتبر به 75% رسیده و پیش‌بینی‌ها میگن تا پایان سال احتمالاً 50 واحد پایه کاهش رو خواهیم داشت.